حضرت ابوحسن غلام آزاد شده عبدالله ابن عامر میگوید کسی پیش حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه رفت و دید که ایشان گریه می کند. پرسید ای ابو عبیده چرا گریه می کنید؟ حضرت ابو عبیده رضی الله عنه فرمود روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از فتوحات و غنایمی که خداوند متعال از آن مسلمانان خواهد کرد ذکری به میان آورد و به فتوحات سرزمین شام نیز اشاره کرد و سپس فرمود ای ابو عبیده اگر تا آن روزها زنده ماندی 3 خدمتکار برای تو کافی است. 1 خدمتکار برای کارهای روزمره و 1 خدمتکار برای سفر و 1 خدمتکار برای اهل خانه. از مرکب ها نیز 3 مرکب برای تو کافی است. 1 مرکب برای خانه‌ات و 1 مرکب و سواری برای رفتن به اینجا و آنجا و 1 سواری هم برای غلامت. رسول اکرم این 3 تا را برای من کافی دانست و حال می‌بینم که خانه من از غلام ها پر شده است و استبل من مملو از اسب ها و مرکب هاست. پس با چه رویی میتوانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کنم؟